نمایندگان ولایت غور در شورای ملی با اشاره به رویداد اخیر در این ولایت هشدار می‌دهند که هرگاه از سوی حکومت به مشکلات امنیتی مردم غور توجه نشود، مردم آن ولایت تصمیم خود را برای دفاع از جان و مالشان خواهند گرفت. شماری از نمایندگان مردم غور در شورای ملی و فعالان مدنی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل تیرباران افراد ملکی از سوی یک گروه مسلح در این ولایت را نگران کننده خوانده و خواهان بررسی جدی این قضیه از سوی یک هیئت با صلاحیت شدند. کرام‌الدین رضازاده، یکی از نمایندگان مردم غور در ولسی جرگه، از حکومت خواست به جای پیشرفت و آبادی به تامین امنیت مردم توجه جدی نماید. تقاضای تامین امنیت جان و مال و عزت و آبروی مردم ولایت غور داریم. هر فردی، هر پیرمردی، هر کلانسال و سال خورده‌ای به ما زنگ میزنه که ما از انکشاف، ما از آبادی، ما از ترقی حکومت پیر هستیم و لحاظ خدا امنیت اولادای غریبی ما رو بگیره که به خاطر پیدا کردن و تهیه کردن لقمه نانی به کو میرن توسط افراد جاهل، خونخوار و جنایتکار کشته میشن. نمایندگان مردم غور و فعالان مدنی با صدور قطعنامه از حکومت خواهان افزایش نیروهای امنیتی، راه اندازی عملیات برای سرکوب مخالفین مسلح و حل مشکلات مردم شدند. مقامات محلی غور میگویند که شام روز سه شنبه افراد مسلح مربوط به ملا فاروق، قماندان یک گروه مسلح که خود را وابسته به داعش میداند، 33 باشنده غور را در قریه کاسی در مربوطات فیروزکو مرکز ولایت غور کشته اند. در مورد زخمی های این رویداد ارقام زده نقیص وجود دارد. باشندگان غور تعداد زخمی ها را 5 تن اما فعالان مدنی آن را 7 تن گفتند. گفته می شود پیش از این افراد مسلح 5 محصل را نیز از مربوطات این ولایت اختطاف کرده و با خود برده بودند. 2 سال قبل نیز افراد مسلح غیر مسئول 14 مسافر را از مربوطات این ولایت از موتر پایین کرده و همه آنان را تیرباران کردند. مردم و برخی نمایندگان غور به این باورند که افراد مسلحی که دست به کشتار افراد ملکی زدند همان افراد سابقند که تحت نام داعش فعالیت کرده و در حال تثبیت موقعیت خود در غور هستند. سید امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید بر علاوه اینکه هیئت برای بررسی قضیه تعیین خواهد شد، به نیروهای امنیتی نیز دستور داده شده تا در زمینه سرکوب مخالفان مسلح در غور اقدام نمایند.